خوش آمدی عبدالقادر عزیز. روز تولد بخارای شریف، اولین روزنامه خصوصی و مستقل در امارات بخارا مبارک باشد. واقعا این اولین روزنامه تاجیکی و زبان تاجیکی است. یک بار دیگر مبارک شود. ولی در همین حال وضع ایران و هجوم امریکا و اسرائیل به ایران ما را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. به اندیشه تو در حالی که جانبی امریکا فقط کشته شدن 7 سرباز و زخمی شدن 140 سربازش را به کله میگیرد، اعتراف میکند، آینده ایران چی خواهد شد؟ سلام باشم. خوشه جان، اولا من ژورنالیست تلویزیون رادیویم، شما مطبوعاتی. اصلا این روز عید شماست. سلام مبارک باشه. تشکر دوستان. شما همین نخستین ژورنالیستانی هستید که در زمان استقلال مطبوعات خصوصی رو چهره نمایی کردید. من راستی امروز در فیلارمون بودم و شما رو ندیدم. مخصوص میخواستم شما سیاف، رجب نفرانی که اولین گام ها رو در ژورنالیستیک خصوصی گذاشته تبریک کنم. در سیمای شما و همه هم خواهران شما من عمری ارچه و قلم سبز کنم. خوب، تشکر. البته هر زیویی که هر آریایی که هر تاجیکستانی که امروز در مغزش اندیشه ایران نیست، او آریایی نیست، او تاجیک نیست، او فارس زبان نیست. شما خوب میدونید که شاید مردم نمیدونن که تمام رسانه‌های خبری را اسرائیل خریده. خیلی تأسف حتی بچه‌های ما، ژورنالیستان ما، عزیزان ما، صاحب قلمان ما در اروپا جرأت نمیکنند که درباره ریشه نیروانشان چیزی بگویند و بدبختانه جانب امریکا و اسرائیل که جنگ ناعدالتانه کرده ایستادن پشتیبانی میکنند از اونها. برای من واسه خیلی ننگاور است. بی‌شرفی کردن بعضی بچه‌های ما که در اروپا هستند و این روزها میگذره. ایران اولین امپری است، ایران اولین تمدن است، ایران اولین فرهنگ در مقام بشری است و اهورامزد هم خداوندم اولین مراتبه با یک تاجیک با یک آریایی به نام زرتشت صحبت کرده است و دینی توحیدی را اساس داشته است. من گمان میکنم که ایران شکست ناپذیر است. جنگ اطلاعاتی را شاید بریدن غربی ها، اما بعد آنه که حالا آتش بس یا صلح می شود، بعد ویدیوها پیدا می شود که چقدر ایران تخریب خرابکاری آورد به اون دشمنانش. ما شما خوب میدونیم امریکا را جغرافیاش نجات میدهد از اون پهلوی اتلانتیک است، ولی این دادرش یا هم شریکش و بقای ایرانی و شیطان خود اسرائیل برای ایران دسترسی دارد. واقعا عبدالقادر عزیز بخشش قبل از اون که بعضی سر و صداهای در شبکه‌های اجتماعی کشورهای دیگر یا که در رسانه‌های کشورهای دیگر هستند در مورد آن که گویا در حمله‌های اخیر جانب ایران، حمله‌های جنوبی ایران، سروزیر این کشور نتانیاهو و برادرش خودش در حالت کما قرار دارد، برادرش کشته شده است و یک نفر از شخصیت‌های بسیار معروف وزیر مدافع چی بود؟ از رئیس موساد، رئیس موساد مثلا او هم کشته شده است. این خبرها را از جانب ایران پخش نشده است این گونه خبرها، بلکه این رسانه‌های کشورهای دیگر خبر دارند. شما چه معلومات دارید در این باره؟ خب واقعا شما درست میگید، ولی ببینید که وقتی که امریکا و اسرائیل از آزادی بیان، از دموکراسی دهان باز میکنن، جار میزنن، ولی شما میدونید که برای یک
تصویر ویدیو از ضربه های خرابی آور ایران اگر یک اسرائیلی نشر کند 5 سال محبس می شود. واقعا یک حادثه شده بود که یک جوانی تاجیکی سمرقندی وقتی حتی میپرسن که ملت چیست میگه تاجیک، همون تنها به خاطر آنکه حالتی روانه شدن شهروندان اسرائیل به جای امن صورت گرفته بود، همون مثلا چی کرده بود؟ همون پلیس آمد و بازداشت کرد. این یک دلیل است. درست است. ببینید که یعنی که پس یک دموکرات دروغین رو به سر ما تعیین میکنند، خودشان از دموکرات تا خود به شمال دادن. چگونه می شود که مثلا ژورنالیست حق انعکاسی رویدادها را ندارد در اسرائیل؟ معذرت عبدالقادر، در همین جنگ اطلاعاتی اخیره که شد من حس کردم، خواندم، دیدم که اصلا یگان تاجیک و تاجیکستانی از جانب اسرائیل پشتیبانی نمیکنند و بغیر از همین چند نفر از نفرانی که در خارج کشور از سابق تاجیکان زندگی میکنند اونو دستگیری کردن، دیگر یگان نفر از تاجیکستان من تا حال نخوندم. خون یاریای جوش میزند. من جواب بدیم به مثال واقعا هم اخبار ضد و نقیض هست در مورد کشتن نتانیاهو و برادرش و رئیس موساد، ولی ما شما فاکتور باور میکنیم ژورنالیست رو ببینیم این که تصدیق شود این پابلو یا مثلا این واقعا با خوب پیوستن نشده البته نمیشه، ولی یک چیز رو من میخوام با تقریر سخنرانی که تو قبل گفته بودیم بگم که ببینید که افتخار نیست که $1 تریلیون بودجه آمریکا است، 500 میلیارد دلار بودجه حربی اسرائیل و یک ایران فرهنگی می‌تونیم کردن و برای این تمامی محورها سپوتنیک‌های غرب در اختیارشان. ایران تنها با ابرقدرت‌ها، ولی امروز 12 روز می‌شود که نهاد نشده و این نشانه چی است؟ این نشانه آن است که ما کوروش داشتیم، داریوش داشتیم، اسماعیل ثانی داشتیم، یعنی گنام ما این انسان‌های آزاداندش و همزمان مبارز جانفدا هستند. ببین که یگان گنرال ایرانی نمیگوید که ما ترسیدیم، صلح میخواهیم. در جنگ 8 ساله با ایران همون افسرانی که حالا در جنگ 8 ساله با ایران جنگیدن میدونه 1 میلیون نفر از اون طرف کشته شد، 1 میلیونی شاید، ولی همون افسر جنرال های جنگ دیده حالا سر قدرت ایران هستند. یعنی که ببینید که ایران بزرگ همون جنرال های جنگ دیده را تا 75 ساله و نفقه گسیل نکرده، چون اونها بوی بارود چشیدن، چون اونها جنگ دیدن و اونها برای اونها حالا مانند چون که خامنه‌ای خودش قربان کرد، با خامنه‌ای گفتن با پناهگاه خب برای 90 میلیون اهالی ملت هم پناهگاه داره، نه من هم نمیرم. این نماد مبارزه شد، نماد جوانمردی شد، مانند که در دشت کربلا صورت گرفته بود و همون حسین را با 72 نفر دشمنانشان کشته بودند. امروز مرده جسد جنازه خامنه‌ای می‌جنگد، چند نشه داری خوشه در میاری؟ واقعا اون عملی که خامنه‌ای انجام داده بود علاقه با طریق افسانه ها و با طریق روایت ها از زبان با زبان میگذرد. این میدونی عبدالقادر همون چیز باید من میگرد، همون نقلی شادروان احمدشاه مسعود که میرود که یک نفر زن بوته رشه بوته کفته ایستاده است و چی کند همون همچه خوراک استفاده کند و در این حالت احمدشاه خیلی یکی از
جنگنده های جنگی مقابل آرشو بود و در خجالت نیفتد و در این حال زن طرفش میگردن میگه که ما خاک میخریم اما خاک وطن نمیدیم. این همین من باور دارم که همین حادثه که با خامنه‌ای رخ داده است این هم به طریق افسانه ها و روایت ها و داستان های قهرمانی البته نقل می شود. سلامت باشید، خوش آمدید تا صحبت دیگر. واقعا حقیقت را نمی شود پنهان داشته. ما نمیگوییم که ایران امریکا و اسرائیل رو محو میکنه. ما میگوییم که غرور آریایی پیروز می شود. ما میگوییم که ارتش اگر ارتشی که جانب مقابل را و طریق سپاه در وارد نشود در این کشور او را تسلط نکند، غصب نکند، نمیشود، نمیتواند که پیروز باشد. من امید دارم، باور دارم که ایران بزرگ خرابی ها شدن ولی غرور اونها خرابی ندید. بله. و امید پیروزی سرما کمان پیروزی یار ایران باد.